با بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان سلام. من رابط پروفسور باز با شما در برنامه تلویزیونی با هم میابیم. چون هر وقت امروز نیز ما برای اشتراک چنین برنامه و شما بینندگان عزیز سوالهای جالب و شوق‌آور را آماده کرده ایم. در برنامه امروزه ما دو خواننده فعال بیبی سارای شهباز و عبدالجبار قهارزاده خوانندگان صنف چهارم گیمنازیای تاجیکی روسی به نام الکساندر سرگئی پوشکین ناحیه رودکی اشتراک میکنند. بیبی سارا بیشتر به فنهای زبان روسی، زبان انگلیسی و متماتیک شوق دارد. در آینده میخواهد روزنامه نگار شود. عبدالجبار باشد فنهای زبان تاجیکی، زبان روسی، زبان انگلیسی و طبیعت شناسی را دوست می‌دارد. او در آینده می‌خواهد دکتر شود. به برنامه ما خوش آمدید. تشکر. شما بار برنامه با هم می‌بینیم را طریق تلویزیون بهارستان تماشا کرده اید؟ بله. از این برمیاد که علاقه شما با شرط‌های برنامه آشنایی دارید؟ بله. چگونه هستند؟ در شرط اول با ما سوال‌ها با واریانت داده می شود و در شرط دوم باشد درست نادرست و در شرط سوم سپارش ها. خوب، حالا شما آماده اید که با رابط پروفسور رقابت نمایید؟ بله. اگر آماده باشید آغاز کنیم. اگر چنین است بیاید آغاز میکنیم. شرط اول برنامه تلویزیونی با هم میابیم. در شرط یکم برنامه به شما 4 سوال با واریانت پیشنهاد میگردد. حالا سوال یکم را برای شرط اول برنامه پیشنهاد میکنم. با دقت باشید. کلانترین پیریخ تاجیکستان کدام است؟ واریانت ا پیریخ خرسان، واریانت ب پیریخ ونجیخ یعنی فیلچنکو، واریانت و پیریخ زرافشان. خوب، مشورت میکنیم. ما واریانت ب را انتخاب کردیم یعنی پیریخ ونجیخ. یعنی به اندیشه شما کلانترین پیریخ تاجیکستان ونجیخ است؟ بله. نام پیشتر آن فیلچنکو. بله. شاید پیریخ خرسان باشد؟ نه. شما میدونید که پیریخ خودش چیست؟ بله. چی است پیریخ؟ این یخی که در کوه ها. یعنی برف و یخهای بزرگی که در کوه ها جای گیرند. بله. خوب، شما انتخاب کردید واریانت ب را، پیریخ ونجیخ. بله. شما با باوری میگویید یا تخمین میکنید؟ با باوری. در کجا شنیده بودید یا دیده بودید؟ ما در طبیعت این را خوندیم. طبیعت شناسی. خوب، اگر چنین است بعد چند خال واگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ با 10 خوب. باید بگویم که شما میتوانید از رقم 1 تا رقم 10 جوابهای خود را خال گذاری کنید. شما 10 را انتخاب میکنید. بله. اگر پاسختان نادرست باشد چی؟ ما رو افتاده نمیشویم. خوب، اگر چنین است به توجه میکنیم به شرح این سوال. در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پیریخ خرد و بزرگ موجود است که مساحتشان به 11,146 کیلومتر کوادراتی برابر است و این نشان دهنده 8% حدود کشور را در بر میگیرد. بیشتر پیریخ‌ها در بلندی 3500 5300 متر از سطح بحر جای گرفتند. پیریخ ونجیخ یعنی فیلچنکو یکی از کلانترین پیریخ‌های قطعه آسیا و یکی از بزرگترین پیریخ‌های بیرون از قطب به حساب می رود. درازی آن زیاد از 70 کیلومتر بوده. مساحتش تقریبا 700 کیلومتر مربع می باشد. پیریخ مذکور در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر بوده. سرچشمه آب بسیاری از دریاهای تاجیکستان از جمله دریای ونج به شمار می رود. این پیریخ در سال 1878 از جانب گئوگراف روس الکسی فیلچنکو کشف کرده بود.
پریخ ونجیخ نه تنها یک یادگاری طبیعت نادر بلکه گنجینه آب تازه و نشانه مهم اقلیم در منطقه به حساب می رود. با تحقیق عالمان در سالهای آخر زیر تاثیر گرمشوی اقلیم جهان حجم پریخ تدریجاً کاهش می‌یابد. از این رو حفظ و آموزش آن برای نسل‌های آینده اهمیت بزرگ دارد. پاسخ داده شما کاملا درست است. آفرین به شما. خوب بیبی سارا و شهباز اکنون شما صاحب 10 خال شدید. باور دارم که اگر چنین زیرکی و دانایی را از دست ندهید می توانید تا فرجام برنامه تلویزیونی با هم یابیم خالهای خوب به دست آورید. حالا سوال دوم را در برنامه پیشنهاد میکنم، با دقت باشید. کدام جانور می تواند رنگ بدنش را تغییر دهد؟ وریانت ا بوقلمون، وریانت ب ماهی، وریانت و تیمساح. رابرت پروفسور، ما وریانت ا را انتخاب کرده. یعنی به فکر شما نمودهای بوقلمون می توانند رنگ خود را عوض کنند؟ بله. شاید تیمساح باشد. نه. تیمساح را دیدید؟ بله. ماهی ها چی؟ ماهی ها؟ نه، نمیتوانم. یعنی به فکر شما بوقلمون ها؟ بله. قبول کنیم این پاسخ شما را. بله. شما این جانور را در طبیعت در محیط دیدید باره؟ نه. بیشتر آدمان از این جانور میترسند چون بعضی نمودهایی از این عائله به قول زهردار نیز هستند. خب پاسخ آخرین شما، کدام جانور میتواند رنگ بدنش را تغییر دهد؟ وریانت ا بوقلمون، وریانت ب ماهی، وریانت و تیمساح. رابرت پروفسور، ما وریانت ا را انتخاب کرده. یعنی عوض نمیکنید؟ نه. خب اگر چنین است بعد چند خال بها گذاری میکنید این پاسخ خود را؟ به 10 خال. باز هم به 10. بله. خوب اگر چنین است من وقت را به درازا نمیکشم، به توجه میکنیم به شرح این سوال. بوقلمون ها عادتاً در بالای شاخه های درختان زندگی کرده با آهستگی حرکت میکنند. وقتی که در اطراف آنها خطر پیدا می شود، آنها رنگ بدنشان را عوض کرده خود را به محیط مطابق می سازند. مثلا اگر برگ سبز باشد، رنگ آنها هم سبز می شود. تغییر رنگ در بدن بوقلمون با شرافت حجیره های مخصوص پوست به عمل می آید. این حجیره ها رنگ و نور را انعکاس می کنند و وابسته به روشنایی، حرارت، احساسات یا حالت روحی جانور رنگ را تغییر می دهند. بوقلمون ها با این خصوصیتشان نشان می دهند که طبیعت تا چه اندازه پرمعجزه و زیبا است. تغییر رنگ در آنها علم زنده طبیعت است که انسان را به حیرت می آورد و به آموزش بیشتر دعوت می کند. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. احسن به شما. بیبی سارا و عبدالجبار، حالا شما صاحب 20 خال می باشید و اگر آماده باشید میگذاریم به سوال سیوم در شرط اول برنامه تلویزیونی با هم میابیم. با دقت باشید. سوال نوبتی را پیشنهاد میکنم. با کدام اسباب جرم‌های آسمانی را مشاهده میکنند؟ وریانت ا با میکروسکوپ، وریانت ب با رادار، وریانت و با تلسکوپ. رابرت پروفسور، ما وریانت و رو انتخاب کردیم، یعنی تلسکوپ. یعنی با فکر شما جرم‌های آسمانی را با تلسکوپ مشاهده میکنند؟ بله.
شاید میکروسکوپ باشد. نه. میکروسکوپ برای چی است پس؟ در میکروسکوپ چیزهای خرد رو میبینیم ما. رادار برای چی استفاده می شود؟ با رادار سرعت را معین میکنند. یعنی سرعت حرکت را. بله. خوب، خلاصه آخران شما با کدام اسباب جرم‌های آسمانی را مشاهده میکنند؟ واریانت ا میکروسکوپ، واریانت ب رادار، واریانت و تلسکوپ. رابرت پروفسور، ما از پاسخ خود نمیگردیم، یعنی تلسکوپ. یعنی قبول کنیم این پاسخ را. بله. اگر نادرست باشد چی؟ ما رو افتاده نمیشویم. خوب، اگر چون است به توجه میکنیم به شرح این سوال. تلسکوپ اسباب است که جرم‌های آسمانی مثل ستاره ها، سیاره ها، ماه، آفتاب و گالاکتیکه ها را از مسافه های عظیم مشاهده می کنند. آن نوری از آسمان آمده را جمع کرده آن را کلان می نماید تا چشم انسان آنها را دیده تواند. اولین تلسکوپ را سال 1608 یک لنگزنگار از هلند ساخت، ولی شخصی که آن را برای مشاهده آسمان استفاده برد این گالیله بود. او با تلسکوپ خود کوههای ماه، ماهواره های یوپیتر و دهها ستاره های نو را کشف کرد. امروز باشد تلسکوپ ها نه تنها در روی زمین بلکه در فضا نیز فعالند. مشهورترین آنها تلسکوپ کیهانی هابل می باشد که بیرون از اتمسفر زمین عکس و معلومات بنهایت دقیق روان می کند. تلسکوپ ها دو نمودند: اپتیکی که با نور نمایان کار می کنند و رادیو تلسکوپ که موجهای رادیو را می گیرند و جرمهای نمایان را آشکار می سازند. این اسباب نه تنها واسطه تحقیق کیهان بلکه رمز آرزو و جستجوی انسان در اقیانوس به انتهای عالم است. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. آفرین به شما. بیبی سارو و عبدالجبار، حالا شماره عمومی خالهای شما برابر گشتن به 30 خال و اکنون ما میگذریم به سوال چهارم، یعنی سوال آخران در شرط اول برنامه تلویزیونی با هم میابیم. با دقت باشید، سوال را پیشنهاد میکنم. در پول ملی 20 سامانی عکس کدام دانشمند تاجیک گذاشته شده است؟ در پول ملی 20 سامانی عکس کدام دانشمند تاجیک گذاشته شده است؟ واریانت ا صدرالدین عینی، واریانت ب ابو عبدالله رودکی، واریانت و ابو علی ابن سینا. رابرت پروفسور، ما واریانت و رو انتخاب کردیم، یعنی ابو علی ابن سینا. یعنی به فکر شما در پول ملی 20 سامانی عکس ابو علی ابن سینا گذاشته شده است؟ بله. شاید صدرالدین عینی باشد؟ نه. پس عکس صدرالدین عینی در چند سامانی در کدام اسعار سامانی وجود دارد؟ در 5 سامانه. 5 سامانه. ابو عبدالله رودکی چی؟ در 5 ساعت سامانی. یعنی به اندیشه شما در پول ملی 20 سامانی عکس ابو علی ابن سینا وجود دارد؟ شما باور دارید؟ بله. اسعار ملی را خوب میشناسید؟ بله. عوض نمیکنید پاسخ؟ نه. پس با چند خال بگذاری میکنید؟ با 10 خال. باز هم بده؟ بله. خوب، اگر چین است باز هم ما توجه میکنیم در یک جایگی به شرح این سوال. پول ملی یکی از رکنهای دولتداری ثروت ملی و آبروی و اعتبار ملت است. پول ملی تاجیکستان سامانی می باشد. در اسعار ملی 20 سامانی عکس بزرگترین حکیم، عالم، طبیب حاذق، فیلسوف و متفکر تاجیک ابو علی ابن سینا گذاشته شده است.
ابوعلی ابن سینا سال 980 در نزدیکی بخارا به دنیا آمده. سال 1037 در همدان ایران وفات کرده است. در 16-17 سالگی ابن سینا الکی چون طبیب حاذق شناخته شده و بسیاری از طبیبان مشهور از او مشورت می‌پرسیدند. در طول حیات او توانسته است کتاب‌های زیادی نویسد که یکی از آنها قانون طب بوده. تا امروز در علم طب جهان به طور وسیع استفاده می شود و البته که جایگاه اساسی را دارد. کتاب ابوعلی ابن سینا قانون طب تمام دانش‌های طبی را که از سرچشمه‌های قدیمی دسترس بودند در یک خلاصه دقیق و متشکل بررسی کرده است. ابن سینا در غرب با اسم اویدسنا معروف است. این مفهوم معنای دانشمند بزرگ و فرهنگنگار، طبیب و فیلسوف، عالم و متفکر، شاعر و ادبیات شناس را که در همه رشته ها موفق بوده است در بر میگیرد. نقش و کارهای انجام داده ابن سینا برای رشد بخش‌های علم شیمیا، طبیعت شناسی، بوتانیکا، گیولوژیا، متماتیکا و استرونومیا و علم‌های دیگر کمک نمودند. پاسخ نوبتی نیست، کاملا درست است. آفرین به شما. بیبی سارا و عبدالجبار، حالا شما صاحب 40 سال می باشید و در اینجا شرط اول برنامه ما نیز به انجام رسید و باور دارم که شما اگر چنین زیرکی و دانایی را از دست ندهید می توانید در شرط های من بعده برنامه نیز از خود فعال نشان داده صاحب خالهای خوب گردید. اگر شما آماده باشید اکنون میگذاریم به شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. شرط دوم برنامه نام دارد درست یا نادرست. یعنی در این شرط برای شما 4 دلیل پیشنهاد میگردد و شما درست و یا نادرست بودن این دلیل ها را برای ما پیشنهاد میکنید. برای شما این شرط فهم است؟ بله. با دقت باشید. دلیل اول را برای شرط دومی برنامه پیشنهاد میکنم. فیل ها کلانترین جانوران سیاره می باشند. این دلیل درست است یا نادرست؟ رابط پروفسور ما و خلاصه آمدیم که این دلیل نادرست است. یعنی به فکر شما فیل ها کلانترین جانوران سیاره نیستند؟ نه. آیا از فیل هم بزرگتر در سیاره ما حالا جانور وجود دارد؟ بله. چی باشد؟ کیت. کیت یعنی نهنگ. بله. شاید از کیت هم بزرگتر یگان حیوان یا جانور وجود داشته باشد. نه. یعنی به اندیشه شما این دلیل نادرست است. از فیل ها هم کلانتر جانوران وجود دارند از جمله کیت ها. شما با باوری میگویید یا تخمین میکنید؟ با باوری. در کجا خوانده بودید یا شنیده بودید؟ من درباره کیت ها در تلویزیون تماشا کرده بودم که کیت ها کلانترین جانورهای روی زمینند. خوب عبدالجبار، شما چه اندیشه دارید؟ آیا به اندیشه بیبی سارا راضی هستید؟ با اندیشه من از فیل هم کلان هست، نهنگ، کیت و خیلی ها. یعنی به فکر شما این دلیل نادرست است. بله. خوب، به چند خال بهاگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ به 10 خال. باز هم به 10. بله. باید بگویم که شما از آغاز تا حال تنها شماره 10 را انتخاب میکنید. یعنی باور دارید به پاسخ خود. بله. اگر چین است بید در یک جایگی توجه میکنیم به شرح این دلیل. نهنگ یعنی کیت کلانترین جانور سیاره می باشد. نهنگ ها حیوانات بحری بوده به گروه شیرخوران داخل می شوند. این معنای آن را دارد که آنها مثل انسان با شش نفس می کشند. از همه مشهور و بزرگترین نمود آنها نهنگ کبود می باشد.
дарозии як наҳанги калонсол метавонад то 30 метр расад ва вазнаш зиёда аз 80 тонна бошад. танҳо забони онҳо то 3 тонна вазн дорад ва дили он ба андозаи як мошини хурд аст. наҳанг бо як фурӯ бурдан метавонад то 40 тонна обро ба даҳон гирад ва бо филтр забонаш танҳо ғизои майдаро нигоҳ медорад. наҳангҳо инчунин бо овозҳои хеле баланд шинохта мешаванд. онҳо бо садоҳои махсус бо ҳамдигар муошират мекунанд ки садояшон то садҳо километр дар зери об паҳн мешавад. ин забони наҳангҳо яке аз муаммоҳои ҷолиби табиат ба шумор меравад. наҳангҳо барои муҳити зист аҳамияти калон доранд. онҳо дар гардиши моддаҳои ғизоӣ дар уқёнусҳо иштирок мекунанд. умри миёнаи наҳангҳо аз 50 то 90 сол мебошад, вале баъзе навъҳои онҳо метавонад бештар аз 100 сол зиндагӣ кунад. мутаассифона наҳангҳо имрӯз ба хатари нобудшавӣ рӯбарӯ мебошанд. сабаби асосӣ шикори аз ҳад зиёд, ифлосшавии уқёнусҳо ва тағйирёбии иқлим мебошад. аз ин рӯ дар бисёр кишварҳои ҷаҳон шикори наҳангҳо манъ карда шудааст ва барномаҳои махсуси муҳофизатӣ амал мекунанд. посухи навбатӣ комилан дуруст аст. аҳсан ба шумо. акнун боз ба шумораи холҳои шумо 10 холи дигар илова гардид. мо мегузарем ба далели дуюм дар шарти дуюми барнома. бо диққат бошед. аввалин растаниҳо дар об пайдо шуданд. ин далел дуруст аст ё нодуруст? робот профессор, ба фикри мон ин далел нодуруст аст. яъне ба фикри шумо аввалин растаниҳо дар об пайдо нашуданд, дар хушкӣ пайдо шуданд? бале. хуб фикр кунед. аввалин растаниҳо дар об пайдо шуданд. ин далел дуруст аст ё нодуруст? Нодуруст. ба фикрам шумо тахмин мекунед. бибисоро, шумо чӣ андеша доред? оё аввалин растаниҳо дар об пайдо шуданд ё дар хушкӣ? дар хушкӣ. ба фикри шумо аввалин растаниҳо дар хушкӣ пайдо шуданд? бале. абдуҷаббор, шумо чӣ андеша доред? ман ҳам. ба андешаи шумо ҳам дар хушкӣ аввалин растаниҳо пайдо шуданд. хуб, вақтро ба дароза намекашем. ба чанд хол бовгузорӣ мекунед? ба 10 хол. боз ҳам ба 10? бале. агар посухатон нодуруст бошад чӣ? моро моро афтода офтода намешавад. намешавад. агар чунин аст, бетаваҷҷӯҳ мекунем ба шарҳи ин далел. дар рӯи замин нахустин растаниҳо дар об пайдо шуданд, зеро он вақтҳо сатҳи хушкии замин ва қабати атмосфера барои ҳаёт мутобиқ набуд. растаниҳои аввалин организмҳои якҳуҷайрагӣ ва ҷисман хеле хурд буданд. вақте ки дар атмосфераи замин озон ба вуҷуд омад, шароити рушду нумӯ беҳтар шуд ва аз растаниҳои якҳуҷайра организмҳои бисёрҳуҷайра пайдо шуданд. онҳо оҳиста оҳиста аз об берун шуданд ва инкишоф ёфта барои дар хушкӣ сабзидан мувофиқ гардиданд. ин ҳодиса тақрибан 750 миллион сол пеш рух додааст. имрӯз растаниҳо дар табиат хеле зиёд паҳн шуданд ва онҳо барои нигоҳдошти мувозинат дар табиат ва ҳаёти мавҷудоти дигари зинда аҳамияти аввалин дараҷа доранд. мутаассифона посухи навбатӣ нодуруст аст. бибисоро ва абдуҷаббор, шумо роҳафтода нестед? не. албатта роҳафтода нашавед, чунки ҳоло саволҳо ва супоришҳо дар барнома хеле зиёд ҳастанд ва ба шумо таъкид мекунам ки ба саросимагӣ роҳ надиҳед ва ҳар савол ва ё далеле ки барои шумо пешниҳод мегардад, сараввал хуб андеша карда сипас посух гардонед. омодаед ки ба далели навбатӣ гузарем? бале. агар чунин аст, мегузарем ба далели сеюм дар шарти дуюми барномаи телевизионӣ бо ҳам меёбем.
با دقت باشید. ابرها از ذره‌های بخار آب عبارتند. ابرها از ذره‌های بخار آب عبارتند. این دلیل درست است یا نادرست؟ رابط پروفسور، ما با خلاصه آمدیم که این دلیل درست است. یعنی به فکر شما ابرها از ذره‌های خرد بخار آب ترکیب یافتند. بله. شاید آنها از یخ ترکیب یافته باشند. نه. شاید برف در آنها همون خیلی وجود دارد. نه. بیبی سارا، شما چه اندیشه دارید؟ من هم به اندیشه عبدالجبار راضی هستم. یعنی به فکر شما این دلیل درست است. بله. باور دارید شما؟ ابرها را مشاهده کرده اید در طبیعت؟ بله. چگونه هستند ابرها؟ ابرها سیاه میشوند، سفید میشوند، کلان، خرد، هر خیل میشوند. آب ابرها از خنکی به زمین میافتند. یعنی برف و باران شده به زمین میریزند. بله. به اندیشه شما این دلیل درست است. ابرها از ذره‌های بخار آب عبارتند. بله. باور دارید؟ بله. پاسخ خود را عوض نمی‌کنید. نه. خوب، با چند خال بهاگذاری میکنید؟ به 10 10 خال. خال. باز هم به 10. بله. خوب، اگر چنین است به توجه میکنیم به شرح این دلیل. ابرها از ذره‌های نهایت خرد بخار آب عبارت می باشند. آبهای بخار شده از قطره‌های خردترین عبارت بودند. در بالای دریا، کل و بحرها، اینچنین در برگ‌های رستنی و نفسگیری موجودات زنده پیدا می شوند. این ذره‌های خردترین خیلی سبکند و هوا آنها را می بردارد. اما وقتی که این ذره‌ها سرد می شوند به هم آمیخته می گردند و آنها را دیگر هوا برداشته نمی تواند. در نتیجه آنها در شکل باران، ژاله و برف به زمین می ریزند. ابرها شکل و اندازه های گوناگون دارند. با جریان ابر حاصل شوی خصوصیت های گیوگرافی تأثیر می رسانند. در تاجیکستان موجودیت کوه‌ها، گوناگونی ریلیف و اقلیم سبب پیدایش ابرهای محلی می‌گردند. در ناحیه‌های کوهی، اساساً در بالای کوه‌ها، توده ابرها انکشاف می‌یابند، زیرا در نشیبی‌های آفتابرویه هوا گرم شده بالا می‌رود و باعث پیدایش ابرها می‌گردد. ابرهایی که در بالای قطارکوه‌ها پیدا می‌شوند و ساکن می‌ایستند، ابر بیرق نام گرفتند. در وادی‌های بلندکوه بعضا شکل عجایب ابر تومن کوهی را مشاهده کردن ممکن است. ابر غیر سیاره زمین در همه سیاره‌های اتمسفرشان گازی، اینچنین مریخ، زهره، ردیفان زحل از جمله تیتان و نپتون و تریتون مشاهده می شود. ابرهای غیر زمینی طبیعت گوناگون دارند. مثلا در زهره قبض‌های ابر از کسلات سولفات عبارت می باشد. پاسخ نوبتی نیست، کاملا درست است. احسن به شما. حالا شما صاحب 60 خال می باشید و تنها یک دلیل دیگر در شرط دویم برنامه باقی مونده است. شما آماده اید که دلیل نوبتی را پیشنهاد کنم؟ بله. اگر چنین است بیاید میگذاریم به دلیل نوبتی در شرط دویم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. با دقت باشید، دلیل را پیشنهاد میکنم. نیاگرا بلندترین شرشره جهان است. نیاگرا بلندترین شرشره جهان است. این دلیل درست است یا نادرست؟ رابط پروفسور، به فکر ما این دلیل نادرست است. یعنی به فکر شما نیاگرا بلندترین شرشره جهان نیست؟ نه. آیا میدونید اگر نیاگرا نباشد کدام شرشره دیگر است بلندترین در جهان؟ رابط پروفسور، ممکن است ما مشورت کنیم؟ خوب، مرحمت. به فکر من این انخل است. یعنی به فکر شما شرشره بلندترین
анхел аст, не ниагара. بله یعنی این دلیل نادرست است. بله. باور دارید یا تخمین میکنید؟ باور داریم. از کجا باور دارید؟ من در یک کتاب خوانده بودم که بلندترین شرشره این انخل است. یعنی باور دارید. بله. خوب، با چند خال باوگذاری میکنید؟ و 10 خال بهاگذاری میکنیم. باز هم 10. بله. اگر چین است به توجه میکنیم به شرح این دلیل. شرشره ها یکی از پدیده های بی‌نظیر طبیعت می باشند. آبی که از بلندی با صدای گوشنواز پرواز می کند، چشم هر یک بیننده را به خود می کشد. سنگ های عظیم و آب یکدیگر را خیلی موافق پوره می کنند. از این رو بیشتر سیاحان و جهانگردان می خواهند شرشره ها را از نزدیک ببینند. از بین شرشره ها انخل با بلندی 979 متر بلندترین شرشره سیاره زمین به شمار می رود. آن در جنگل های تروپیکی ونزوئلا در حدود باغ ملی کنایما جای دارد. بار اول انخل را سال 1912 سیاه ونزوئلاگی ارنستو سانچز کشف کرد، اما این کشف را در جای ثبت نکرد. بعد 21 سال خلبان امریکایی جیمز انخل هنگام پرواز در هواپیمای خرد خود تصادفاً شرشره را پیدا کرد و به نام خود گذاشت. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. آفرین به شما. بیبی سارا و عبدالجبار، اینجا شرط دویمی برنامه نیز به انجام رسید و حالا در این دو شهر شما صاحب 70 خال گشتید. آفرین. باور دارم که اگر زیرکی و چالاکی را از دست ندهید می توانید در شرط سومی برنامه نیز خالهای خوب به دست آورید. اگر شما آماده باشید ما میگذاریم به شرط سوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. در شرط سوم برنامه برای شما 2 سفارش داده می شود. در سفارش اول شما حرف ها را جا به جا گذاشته کلمه می سازید. در اینجا برای شما 10 کلمه پیشنهاد می گردد که حرف ها در آنها آمیخته هستند. شما آنها را جا به جا گذاشته پوره می سازید و برای هر یک کلمه که پوره می سازید 1 خال می گیرید. فرصت تنها 1 دقیقه است. برای شما این سفارش فهم است؟ بله. آماده اید که این سفارش را اجرا نمایید؟ بله. اگر چنین است با اشاره من به اجرای این شرط آغاز میکنیم. آشخانه، کودکان، کودکان، بله. ادبیات، ادبیات، اعلاچی، اعلاچی، نوازنده، نوازنده، بله هست. صبحانه، صبحانه هست. خزانرس، خزانرس، بله. کتابخانه، کتابخانه هم هست. 2 کلمه دیگر با خواننده، خواننده، بله. 1 کلمه دیگر باقی مانده است. تنها 1 کلمه دیگر و شما 15 ثانیه دیگر فرصت دارید. کشفیات، وقت شما به انجام رسید. بیبی سارا و عبدالجبار، من به شما احسن و آفرین میگویم که توانستید در مدت 1 دقیقه 10 کلمه را پوره سازید و برای این به شماره عمومی خالهای شما باز 10 خال دیگر علاوه میگردد. مبارک باشد. کلمه هایی که آنها را شما در مدت 1 دقیقه پوره ساختید این آشخانه، کودکان، ادبیات، اعلاچی، نوازنده، صبحانه، خزانرس، کتابخانه، خواننده و کلمه ای که خیلی دیر آن را پیدا کردید این کشفیات بود. حالا شماره عمومی خالهای شما برابر گشت به 80 خال و اگر آماده باشید میگذاریم به سفارش آخران در شرط سوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. در سفارش نوبتی برای شما 1 رسم در 2 قسمت پیشنهاد می‌گردد.
و به شما 1 دقیقه فرصت داده می شود. در این رسم فرقیت ها وجود دارد و برای هر یک فرقیتی که شما از رسم پیدا کرده می توانید 2 خالی می گیرید. این شماره خیلی خوب است و فکر می کنم اگر از عهده اجرای این شرط خوب برایید می توانید خالهای خوبی را به دست آورید. این سفارش برای شما فهم است؟ بله. آغاز میکنیم. در رسم یکم رومال دخترک سرخ است، در رسم دوم باشد رخت است. در رسم یکم زبان دختر برآوردگی، در رسم دوم نه. در رسم یکم باشد پیشبند دختر در رسم یکم پیشبند دخترک جبک دارد، در رسم دوم باشد نه. در کراسکه دخترک هر خیل رنگ ها در رسم یکم دارد، در رسم دوم نه. در رسم یکم بروک دخترک کیسه ندارد، در رسم دوم باشد دارد. در رسم یکم در زمین علف نیست، در رسم دوم هست. در رسم یکم قوام دخترک بالا ایستادگی است، در رسم دوم باشد پایان. در رسم یکم موی سر دخترک جنگل است، در رسم دوم باشد نه. وقت شما به انجام رسید. بیبی سارا و عبدالجبار، من به شما احسان و آفرین میگویم که توانستید در مدت 1 دقیقه از رسم پیشنهاد گردیده 8 فرقیت را پیدا نمایید و اگر برای اجرای موفقانه این شرط به شما 2 خالی دهیم برای هر یک فرقیت 16 خالی دیگر به شماره عمومی خالهای شما اضافه می‌گردد. مبارک باشد. و باید بگویم که فرقیت هایی که شما توانستید در مدت 1 دقیقه از این رسم پیدا نمایید، این رویمال سر دخترک، زبان دخترک که در رسم اول نمایان است، در رسم دوم نمایان نیست، این چنین پیشبند دخترک که در رسم اول جیب دارد، در رسم دوم نه، این چنین رنگ هایی که فرق کننده هستند در دست دخترک. فرقیت دیگر جیبی که در شیم دخترک وجود دارد. این چنین فرقیت دیگر در اینجا شما علف گفتید، یعنی گلی که در زمین وجود دارد، در رسم دوم در رسم اول آن وجود ندارد. فرقیت هفتم باشد قلمی که در دست دخترک است، در رسم اول نسبت به رسم دوم بالاتر است. و آخران فرقیتی که توانست آن را بیبی سارا معین کند، این موی جنگله دخترک می باشد. من به شما برای اجرای موفقانه این شرط احسن و آفرین میگویم. بیبی سارا و عبدالجبار، اینجا همه شرط های برنامه تلویزیونی با هم می‌یابیم به انجام رسید و من شماره عمومی خالهای شما را حساب کردم که آنها در عموم برابر گشتند به 96 خال. مبارک باشد. خوب، اکنون میخواستم در فرجام برنامه اندیشه های شما را وابسته به برنامه نوبتی با هم می‌یابیم شنیده باشم. بیبی سارا، شما وابسته به برنامه امروزه ما چی اندیشه دارید؟ با من این برنامه محقول شد. من میخواهم که باز بر همین برنامه بیایم. من به همسالان خود توصیه میدهم که بیهوده‌گری نکنند و آمده در این برنامه اشتراک کنند. من میnnتداری خود را به آموزگارم، همراه و صنوبر و پدر و مادرم میرسانم. برای شما کدام سوال دشوارتر بود؟ برای من رستنی ها بودند که در آب یا در خشکی پیدا شدند. یعنی آن سوالی که شما نادرست پاسخ دادید. بله. خوب، بیاید اکنون اندیشه های عبدالجبار را میشنویم. و من این برنامه خیلی پسند آمد و من به همسالان خود میگویم که آمده در این برنامه اشتراک کنند. من میnnتداریم را به پدر و مادرم، آموزگارم علیه و نیلوفر میرسونم. در آینده من میخواهم که با خوب خونده آمده در این برنامه اشتراک کنم. کدام سوال و یا شرط برنامه برای شما پسند آمد، مقبول شد؟ همه هست. بیشتر فیل کلانترین جانور دنیا است یا نه؟
یعنی دلیلی که فیل کلانترین جانور دنیا است یا نه برای شما پسند آمد؟ بله. آفرین به شما، تشکر زیاد برای اشتراک فعالانه در برنامه تلویزیونی با هم می‌یابیم. از این منبر به والدین شما و به آموزگاران شما نیز اظهار سپاس می‌نماییم که کوشش کردند، تلاش کردند تا شما را راهنمایی کنند که در برنامه تلویزیونی با هم می‌یابیم اشتراک نمایید. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، یادداشت می‌شیم که در برنامه امروزه با هم می‌یابیم دو خواننده فعال، بیبی سارای شهباز و عبدالجبار قهارزاده، خوانندگان صنف چهارم گیمنازیای تاجیکی روسی به نام الکساندر سرگئی پوشکین ناحیه رودکی اشتراک کردند که آنها در عموم صاحب 96 سال شدند. بار دیگر به تلویزیون بهارستان و برنامه با هم می‌یابیم خوش آمدید. تشکر. تماشابینان عزیز تلویزیون بهارستان، اینجا نشر نوبتی برنامه با هم می‌یابیم به انجام رسید. اکنون من رابط پروفسور میروم به جستجوی سوال‌های نو برای برنامه‌های من بعد. خیر، همیشه سلامت و کامیاب باشید و با تلویزیون بهارستان بودن را هیچگاه فراموش نسازید، زیرا بهارستان شبکه اولیوی است. خیر.